سر این نوشیدنی ها تو خونتون دعوا را میفته. بستنی لوتوس و دبل چاکلت رو بذارید توی لیوان و روشون شیر داغ بریزید. شروع میکنیم. مشتری بستنی کوکو رو استارتشو بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. بی‌نظیره. بزنیم شلوار ترکیب. خوبه. از چوب جدا کنید و با شیر مخلوطش کنید و یخ رو هم اضافه کنید. برای اضافه کردن یخ داخل یه شیشه به مقدار مساوی نسکافه، شکر و آب جوش رو مخلوط کنید و قشنگ هم بزنید تا فومی بشه. حالا کردن نسکافه گل بسکوت. دوستان عزیز ما شکر هم اضافه کردیم. واقعا الان وقت اضافه جوشه. کار بگیر صدا رو بگیر. فوم نسکافه رو به نوشیدنیاتون اضافه کنید. ترکیب شیر و بستنی و نسکافه خیلی محشر میشه. بابا به من بهش 9 میدم از 10.